سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود تورتی میدوی تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است 700-800 گرم آرد، 150 گرم شکر، 150 گرم مسله، 4 دانه تخم، 2 قاشق عسل، 1 قاشقچه چینی سابده لازم است برای خمیرش. برای کریمش باشد من سمیتانای 20%، اگر 15% باشد میتونید با مرلی گرفته مانید تا تیار کردن خمیر ما تیار کنیش. در دیگر تورتی میدوی کاست سیلکشت پایانی کامنتاری میمونم. دوتا سمیتانا منه вариант сугушонка. جای вариант сугушонка میتونید شکر یا ساخن پودری استفاده برید. من 100 گرم مسله لازم است. باز در وقت تیار کنی من با پورتر درباره کریم معلومات میدم. ما در اول من کاسترول با مسله میگیریم. مسله من شکر من 2 قاشق کلان عسلتان چه خیلی باشد، صنعی یا همین تازه فرقش نیه. من 2 قاشق عسل همراه کردم. همیشه بالی گاز به آب میکنیم. میتونید با دیگم همین محصولات آب کنید میشه. من ما بالی گاز مانده مسله و شکر رو عسل آب میکنیم. همش آب شود سانی ساده همراه میکنیم. من تستر کافته استید که من گرداش نسوزد. من همه محصولات ما آب شد. کمتر کور میکاویم این شکراشا آب شود. من رنگش الکای دیگر شده. من الکای کمتر جوشید. من یک قاشق ساده همراه میکنیم. برای چی من بالی گاز به میز چینی ساده همراه کردم. وقتی می تورتمو پختم بس من تورتمو بوی ساده نمیکند. برای همین بالی گاز به ساده همراه میکنیم. من چه سفید شد اکنون میتونید 2-3 دقیقه سخت کابید. من رنگش سیاه چطاب میشه نترسیده. من کافته میگیرید که نمیسوزد. محصولاتی ما تیار شد. رنگش دیگه چقدر تیار شد. اکنون دیگه گازه کشته 2-3 دقیقه نگاه میداریم که کمتر خنک شود برای تخمه همراه کردن. محصولاتی ما رنگش چخیل شد. اکنون تخمه همراه میکنیم. 4 دانه تخمه همراه میکنیم. تورتی ما بسیار کلانتر میشد برای آیله های بسیارتر. خوب اگر میده تر خواهید همین ریسیپته نیمتشه کنید. 2 تا تخمه همین آرد و شکرش تقسیم کرد. شروع لب میزنیم با همراهی بگم دیگه تخمشم همراه میکنیم. من تخمش همراه کردیم. اکنون کم کم آرده همراه کرده خمیر میکنیم. من می آردمه کم کم همراه کرده خمیرامای سخت کرده میگیریم. من ماندگی همه آردمه هم همراه کرده من شروع آمیختم. اکنون همین خمیرامای من بالی استالبه 4 تا آرد زده همین خمیرامای بالی استالبه میگیریم. من همین خمیرامو با آرد زده من فقط خمیرامای جمع میکنیم. من ما دستمو که هجیم نمیکنیم که خمیرا سخت میشد. فقط همین جمع کرده آرداشا میکنیم. من خمیرامو تیار شد. من بینیاید ملایم کنی خمیرامویا به زواله ها تقسیم میکنیم. من خمیره با قسمت تقسیم میکنیم. شما چقدر خواهید رزمیر 20 سانتی متر 22-25 سانتی متر اما لیستتان به نگاه کنه رزمیرشه برید 8 دانمی 10 دانمی.
من به 8 قسم تقسیم کردم. هر یکشه اکنون زغالچه میگیریم. من تگی امین خمیرامو با ارد زده پیچنیم. من همشه یک زغالچه گرفتم. من پرگامنت بوماگی میگیریم. من کمتر ارد پوشیده می زغالچه بالای می کاغذامو با میپوشیم. تونوکره آسان‌تر کشادنش. من کشادنش بنیاد آسان. من خمیر تونوک کردم. من تونوکیش باید چخه شود. من همی تریلک که میبرم رزمیر 25 سانتی متر. من یک بار بریده میپزیم. من گردشه میبریم. من کو ریلکه میزنیم. من درون لیستی ما 23 سانتی متر بودم با عصبی مایده بودنش با چپا کرده. همی خمیری تیار کردیم باید. من چپا گیش میپزیم. میپزیم. اکنون با مدتی 5-6 دقیقه به 200 درجه به تفتان میگذاریم. عصبی که خمیرامو اصلش های تستر میپزد. من هر یکشه میخیر کره کشاده میپزیم. من هر یکشه همیتر کشاده میپزیم. من کارجیمو کو من کو چپا کره من کاغذشه آهسته میگیریم. من شما میتونید کو این نوبت این طرفی کاغذ استفاده برید. من این طرفش به خمیر کشاده پزیدم میشه. من گرم و گرم میبرم. من جدا میکنیم. من این بهت خمیرش خیلی ملایمی اجایبات آمد. من 8 دانه کاشو من تیار تا خنک شدنی کاشو اکنون کرم تیار میکنیم. من کراشکش میتونید با جوبه یا که بلندر میده کنید. اکنون کرم تیار میکنیم. من اول مسئله گرفتم کاسبه. اکنون تا ملایم شدنش لب میزنم. من 5 قاشق وریانه سوگوشانکه همراه کرده بار دیگر لب میزنم. من مسئله ملکای ما چخل شد. اکنون سمیتانه همراه میکنیم. برای چی من اول مسئله ملکا کردم؟ برای اینکه اگر همون قبطای تارتامه کریم کنیم بیانید ملایمی نغز میکند. سمیتانه خودشو کنیم همون خمیر کشیده میگیرد. برای همین مسئله و سوگوشانکه همون وریانکه اول همراه کردم. سمیتانه کو همراه میکنیم. من باری دیگر همیشه لب میکنیم. من کریمی ما هم تیار شد. من همین کارجوی کو کریم میکنیم. من کمتر تگی پدناسامای کریم میکنیم که تاشتامو نجنبد. من کو قبط چینده کریم میکنیم. هر یک قبطشه کریم ما بسیار تیار شد. بسیارتر استفاده بودم میگیریم. آلدم میگیریم قبطش بکی به خودش کریمه گیرد. ما 8 قبطه کریم کریم. اکنون 1 ساعت به یخدان گذاشته بعد آرام میدیم. من تارتی ما هم 1 ساعت دم گرفت. شخ شد کریمش. من با من گلازور آرام میدیم روشه. من پلاستای آرام میدیم. من اول گلی رمشک میکشیم با شکلات. طرزی گلازور تیار کنیم. پیچنی یاژیک به هست از همون دیده تیار کنید به نهایت نقص. من همین طور شکلات کرم میگیریم. خواهین همین کراشکت بنه تیار کردیم و پالو نمی بالاش برم چاشید میشه. من همین طور محکم کرم میگیریم شکلات که من گردش بکن کراشکی کوفتگی مویا من میپاشیم. من تارتا را دادم. اکنون به مدتی 5-6 ساعت به یخدان منم که کریماش پالنی به خودش گیرد. من تارتی ما هم دم گرفت. اکنون من
ریزی کریم بینیم درونی تورتی ما چقدر تیار شده است. اونا بریدنش ملایمه عجایب باد. من قبطای تورتی ما چقدر تیار شده است. من عجایبات ملایم آمده است. تورتی ما شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیسات کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.